أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله و برکاته. برادران عزیز و شنوندگان محترم، از درگاه پروردگار براتان سلامتی و خوشبختی و رزق حلال خواهانم و پروردگار مهربان همیشه من و شما را در نظر رحمتش نگهبان باشد. برادران عزیز، الحال من و شما در ماه مبارک محرم قرار داریم و اینجا یک حدیث مبارک هست که حضرت مسلم روایتش میکند. این را خواستم به سمع شما برسانم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم و افضل الصلاة بعد الفریضه صلاة الليل. رواه المسلم. برادر عزیز، همه من و شما میدانیم که روزه گرفتن و عبادت کردن خالق یکتا در ماه مبارک رمضان چه پاداش و چه فضیلت‌های خوب دارد. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارکش می‌فرماید: افضل الصیام بعد رمضان، افضل ترین روزه و بزرگترین روزه بعد روزه ماه شریف رمضان این روزه شهر الله المحرم میگه. این روزه ماه الله که نامش محرم است، این روزه ماه مبارک محرم است. افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم، افضل ترین روزه بعد روزه ماه مبارک رمضان این روزه ماه مبارک محرم است. هر کسی قوت و قدرت دارد در این ماه مبارک روزه بگیرد، الله رب العزت خیلا و خیلا براش ثواب و براش فضیلت‌های خوب می‌دهد. در دوام حدیث حضرت می‌فرماید که و افضل الصلاة بعد الفریضه صلاة اللیل، و افضل ترین و بزرگترین نماز بعد نمازهای فرضی که بالای همه من و شما فرض است خواندنشان، هر کسی که دعوای مسلمانی دارد بالاش فرض است که نمازی که خدا برای ما 5 وقت فرضش کرده است بخوانیم. و افضل ترین نماز حضرت می‌فرماید بعد نمازهای فرضی این نماز شب است. نماز شب است، نماز قیام اللیل است، نماز تهجد است. 2 رکعت نمازی که انسان شب بخیزد بخواند، نماز شب بخواند، تهجد بخواند، قیام اللیل بخواند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه الله براش خیلی پاداش خوب میدهد، خیلی ثواب بهتر میدهد، افضل ترین ثواب الله براش نصیب عطا میفرماید. و افضل الصلاة بعد الفریضه صلاة اللیل. ببین برادر عزیز که بعد فرضهای خدا، بعد نمازهای فرضی که خدا بالای ما فرض کرده است، هر کسی که نماز شب بخواند الله براش فضیلت‌های خوب میدهد. دعا میکنیم که الله رب العزت برای همه من و شما قوت و قدرت بدهد که در این ماه مبارک محرم بتانیم روزه بگیریم و نمازهای شب بخیزیم و قیام اللیل کنیم و در حق بنده های خدا
و در حق پدر و مادران و در حق همه دوستهای خدا دعا کنیم. الله برای من و شما توفیق رفیق بگرداند، برای اهدنا الصراط المستقیم هدایت نصیب عطا بفرماید. آمین یا رب العالمین. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.